نوای نی. به نام آفریدگار توانا که ملهم ثواب است و بخشاینده خطا، و به یاد او که سرمایه سرور است و جانداروی دلها. دیگر بار چنگ مثنوی را ساز و نوای جانسوز نی را آغاز می کنیم و از آن ذات بیچون خاضعانه خواستاریم که به لطف و کرمش ما را به راه ثواب و سداد رهنمون باشد و از لغزش و خطا مصون دارد. اینک به اصل سخن باز می گردیم و نغمه موزون و جان پرور عشق را از مثنوی عزیز به سمع مشتاقان و صاحب دلان می رسانیم. ارباب معانی و معرفت و پویندگان طریق حقیقت نیک می دانند که در مشرب عرفان عشق کارمایه اصلی است و به مدد این کیمیای اعجازگر است که مثل وجود سالک به زر ناب مبدل شده و آینه دلش مهیای تجلی جمال دلارای محبوب می گردد. عشق است که جان عاشق را آماده پذیرش و ارادات غیبی و فیوزات ربانی می نماید. عشق آن آتش است که چون در دلی برافروخته شود، هستی مجازی صاحب آن دل را در لهیب شعله‌های سرکش خود آنچنان می سوزاند که دیگر از تعین عاشق چیزی بر جای نمی گذارد و در چنین حالت است که معشوق در وجود عاشق جلوه‌گری آغاز می کند.
عشق آن شعله است کو چون برفروخت، هرچه جز معشوق باقی جمله سوخت. مولانا این روح پرتپش و بیتاب که به راستی خود تبلور محبت و تجسم راستین عشق جمال مطلق است، بر این مسئله تأکید فراوان دارد که تنها به دستیاری عشق و به پای دل و احساس است که آدمی میتواند به اوج قله کمال و مرتبه و مقام والای انسانیت عروج نماید و به بارگاه قرب و وصول راه یابد. جلال الدین محمد عشق را اساس آفرینش و رمز هستی می‌داند و به عقل جزئی و مزاحم اعتماد ندارد، بلکه عقل را عقال پای رهروان کوی حقیقت می‌شناسد و پای استدلالیان را چوبین توصیف می‌کند. بله، مولانا معتقد است که برای وصول به بارگاه حقیقت پای استدلال سخت سست و بی تمکین می باشد. او فلسفی را به فلسی نمی خرد و علم را حجاب اکبر می داند و بر حال عاقلان مصلحت اندیش که از درک عشق و رموز و اسرار آن بی خبرند تأسف می خورد. جناب عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است. کسی این آستان بوسد که سر در آستین دارد. بهتر آن است که توصیف عشق را از زبان گرم خود مولانا بشنویم. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشن‌تر است. چون قلم اندر نوشتن می شتافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. هرچه گویم هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشن
اندیشه و عقل هرچند ارجمند و گرامی است، اما دامان جلال و عظمت عشق فراتر و بالاتر از آن است که به دست عقل افتد. عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. مولانا در طی دفترهای ششگانه مثنوی که کتاب محبت و زبور عشق است، به گونه‌ای سحرآمیز و به تفصیل عظمت و قدرت لایزال و بی‌رقیب عشق را توصیف و شرح مقام والای آن رقم می‌زند. اما در داستان وکیل صدر جهان که داستان برگزیده امروز ماست، این قدرت توصیف و خلاقیت ذهن به اوج شکوه و عظمت خود می‌رسد و زبان مولانا در این عرصه داد سخن می‌دهد و با بدیع‌ترین لفظ و زیباترین معنا شرح نیروی اعجازگر عشق را بر صحیفه مثنوی می‌نگارد که به راستی شگفت‌انگیز و اعجاب آور است. دریغا که محدودیت وقت مانع از آن است که ما تمام این داستان بی‌نظیر و شورانگیز را که هر بیتش به مثابه دری گرانبهاست در اینجا بیاوریم. از این رو از سر ضرورت به مختصری از آن بسنده می‌کنیم و بقیه را به مجال و فرصتی دیگر محول می‌داریم. و اکنون به شرح داستان و ماجرای وکیل صدر جهان می‌پردازیم. صدر جهان بزرگ و امیر بخاراست، بنده‌ای دارد که سخت مورد لطف و عنایت اوست و صدر این بنده را از سر مهرورزی پیوسته با عطایا و مواهب مخصوص خود می نوازد و سررشته کارها را بدو می سپارد و این بنده نیز به مولا و ولی نعمت خود با تمام وجود علاقه و دلبستگی دارد و او را تا سرحد پرستش می ستاید. قضا را این بنده از سر خطا و جهل مرتکب جرمی می شود و از بیم کیفر و عقوبت صدر جهان ترک یار و دیار می گوید و از بخارا متواری می شود و مدت 10 سال تمام با درد فراق و دوری و تحمل حرمان و مهجوری روزگار می گذارد تا سرانجام رشته الفت و کمند جذبه محبت که گردن جان این بنده ناتوان را در قبضه قدرت خود دارد او را به سوی دیار حبیب فرا می‌خواند. مدت 10 سال سرگردان بگشت، گه خراسان گه قهستان گاه دشت. از پس 10 سال او از اشتیاق گشت بی طاقت ز ایام فراق. گفت برخیزم همونجا واروم، کافر ار گشتم دوباره بگروم. چون جان دردمندش غم غریبی و غربت را بر نمی تابد، از این رو عزم دیار دلدار می کند و نیز در این مدت بدین راز واقف می گردد که هیچ منزل و مکانی دلپذیرتر و روح افزاتر از کوی محبوب و منزل دلدار نیست و تنها در آنجاست که جان بیتاب عاشق آرامش می‌یابد. بیان و شرح این احساس را از گفتار آتشین مولانا می‌شنویم. گفت معشوقی به عاشق کی فتی، تو
تو به غربت دیده ای بس شهرها، گو کدامین شهر از آنها خوشتر است؟ گفت آن شهری که در وی دلبر است. هر کجا تو با منی من خوش دلم، گر بود در قعر گوری منزلم. بالجمله عاشق بیقرار که سرپنجه نیرومند عشق گریبان جانش را گرفته، بیتابانه عزم سرمنزل معشوق می کند. اما ناصحی مصلحت اندیش که از سوز درون آن دردمند دل سوخته آگاه نیست، او را اندرز می دهد که مگر از جان شیرین خود سیر شده ای که قصد بازگشت به قربانگاه داری. گفت او را ناصحی که بی خبر، عاقبت اندیش اگر داری هنر. چون بخارا می روی دیوانه ای، لایق زنجیر و زندان خانه ای. لیکن عاشق مهجور و مبتلای دل در پاسخ این اندرزگوی مشفق دردمندانه چنین میگوید: گفت ای ناصح خموش کن چند پند، پند کم ده زان که بس سخت است بند. سخت تر شد بند من از پند تو، عشق را نشناخت دانشمند تو. گر بریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برافشانم برو. گفت ای ناصح خموش کن چند پند، پند کم ده زان که بس سخت است بند. پند کم ده زان که بس سخت است بند. سخت‌تر شد بند من از پند تو، عشق را نشناخت دانشمند تو. یا
گر بریزد خون من آن دوست رو پای کوبان جان برافشانم برو گر بریزد خون من آن دوست رو پای کوبان جان برافشانم برو و بدینسان آن سوخته اشتیاق و دردمند مسکین علی رغم اندرز ناصحان به استقبال خطر می رود و رو به سوی دیار محبوب می گذارد که جان باختن در طریق عشق شرط اولین گام است. رونهادان عاشق خونابه ریز دل تپان سوی بخارا گرم و تیز، ریگ آمو پیش او همچون حریر، رود جیهون پیش او چون آبگیر. قضا را صدر جهان نیز صبحگاهی که بر در بی نیاز سر عجز گذاشته یاد آن بنده فراری و مستمند می آید و از غیبت طولانی او نگران می شود و در دل بر او رحمت می آورد و با تفقد می گوید بار خدایا آیا آن بنده آواره همکنون در کجاست؟ گفت با خود در سحرگه کی احد، حال آن آواره ما چون بود؟ او گناهی کرد و ما دیدیم لیک، رحمت ما را نمیدانست نیک. در چنین حالتی عاشق دلداده به بخارا می رسد و مشتاقانه به دیدار یار می شتابد و چون جمال دلارای دلدار را می نگرد آنچنان دست خوش هیجان می شود که سر از پای نمی شناسد و چونان پروانه‌ای بی پروا خود را بر پرتو جمال محبوب می زند و در شعله‌های فروزان حسن دلدار وجودش محو و فانی می شود و مشتاقانه در دم پیش چشم محبوب جان به جانانه تسلیم می کند. چون بدید از دور او صدر جهان، گوییا پریدش از تن مرغ جان. جان به جانان داد و از خود باز رست، بر سریر ملک جاویدان نشست. مولانا در این داستان شورانگیز قصه حال انسان مسکین و درمانده و ناتوان را به گونه تمثیل بیان می کند و به رمز اشارت دارد بر اینکه آدمی به مقتضای طبیعت مادی و حاکمیت غرایز اسیر تمایلات است و در این دامگه آز و نیاز
گاه به علت تبعیت از بدن عنصری و تعلقات مادی به شهوات ناپایدار و به زشتی ها میل می کند و ممکن است در چنین حالتی در منجلاب غرایز سقوط کند و ندای منادی هوس را لبیک گوید. از جهان دو بانگ می آید به ضد، تا کدامین را تو باشی مستعد. آن یکی بانگ نشور اتقیا، وین دگر بانگش فریب اشقیا. اما اگر نور فطرت که همان بارقه فیض الهی است در وجود چنین انسانی خاموش نشده باشد، سرانجام به مدد توبه و انابت و عذر تقصیر به پیشگاه دادار بخشاینده به فطرت خدایی خود باز می گردد و فیض ازلی او را دستگیر می شود و بدین نکته نیز واقف می گردد که به هر کجا برود از حیطه قدرت و قبضه اقتدار پروردگار جهان بیرون نیست. پس در میابد که ناگزیر باید بدو بازگشت کند و چون بنده ای از سر ایمان و اخلاص به چنین آگاهی دست یافت و به تزکیه و طهارت نفس پرداخت، لاجرم مورد عنایت خاص واقع شده به یمن فیض ربانی از پلیدی ها و تیرگی ها خواهد رست و به بزم قرب و بارگاه وصال را خواهد جست. البته دست یافتن به چنین موهبتی در گرو توفیق و تأیید فیاض مطلق است و نیازمند پای مردی و مجاهدت. آنگاه مولانا در پایان باز به خط اصلی داستان باز می گردد و تلویحاً بدین مطلب اشارت دارد که برای نیل به مرتبه وصول و رهایی از بند شهوات باز باید از نیروی لایزال عشق مدد خواست و از آن پرتو فیض ربوبی دستگیری طلب نمود تا به تأیید حق و توفیق عشق عقبات صعب و دشوار راه را طی کرد. از درگاه آن بخشنده عطا و پذیرنده خطا عاجزانه خواستاریم که ما را توفیق رجعت و بازگشت به فطرت پاک را عنایت فرماید. فیض حق بر شما مستدام باد.